دیریست میدانم که باید رفت. ولی عمر طولانی نداشت. افسوس نیست که عرض زندگی مهمتر از طولان است. همه چیزش تمام شد. به تو میگویم محمود که اینطور نیست. او زمانی بوده است و دیگر نیست. به تو میگویم محمود که جسممان از خاک میزاید و به خاک میرود. جزئی از تن خاک میشود، اما نفس از خاک نیست که خاک شود. پس او زنده است، در آغاز زندگی است. انسان ها تو سنین مختلف که قرار میگیرن فهم و درکشون هم خیلی متفاوت میشه. یعنی یک انسانی که در دهه 30 زندگی خودش هست با انسانی که دهه 40 و دهه 50 رو پشت سر میگذاره، درک او خیلی متفاوته. این به طور عمومی هست، البته استثناءاتی هم وجود داره. ممکنه یک انسانی در دهه 70 هم باشه ولی به قدر یک انسانی که در دهه 30 زندگی میکنه اینقدر درک نداشته باشه. آنچه که از فرایند این مسئله میشه فهم کرد این هست که انسان‌ها هرچه که عمقشون بیشتر میشه، دریافتشون بیشتر میشه، چنانچه ظرفیت داشته باشند، به واسطه این وسعت نگاه تواضعشون هم بیشتر میشه. نگاه نکنیم به آدم‌هایی که ظرفیت ندارن، تا یه مدرکی میگیرن، موقعیتی پیدا میکنن، عنوانی آقای دکتر، خانم دکتر، آقای مهندس، خانم مهندس، آقای وزیر، وکیل، این عناوینی که در واقع خودمون درست کردیم و بیانگر یک جایگاه، یک پوزیشن و موقعیت برای افراد هست، به این نگاه نکنیم که برخی این گونه‌اند که چون ظرفیت پایینی دارن وقتی این عناوین بر اونها بار میشه تواضعشون تبدیل به تکبر حتی میشه. نه، من صحبت از انسان‌های با ظرفیت، عمیق و ژرف اندیش میکنم. انسان‌های ژرف اندیش، انسان‌های بزرگ، کسانی که در تاریخ نامی از اونها مونده، معمولاً این گونه‌اند که هرچه فهم بیشتر پیدا میکنن تواضعشون هم بیشتر میشه. حتما این رباعی معروف بوعلی سینا رو شنیدید که میگه دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من 1000 خورشید بتافت، آخر به کمال ذره ای راه نیافت. خب شما ببینید این آدم، کسی که بعد از این همه سال هنوز شهره دنیای علم و اندیشه و دانشه، به چه مقام تواضعی در مقابل این هستی و رب الارباب خدای متعال ابراز فروتنی میکنه. خب من میخوام خواهش کنم که یه مقدار همین رباعی رو بهش تعمق بکنیم، ببینیم که هم دلالت ویژه‌ای بر تئوری‌های علمی داره و هم بیانگر و نمایشگر اون مراتب تواضع بوعلی سیناست. ابن سینا در واقع در این رباعی خودش رو در مقابل عظمت کائنات قرار میده و میاد یک مقایسه انجام میده. از سعی و تلاش خودش که در بادیه و وادی علم و دانش و حکمت سیر کرده عبور میکنه و با وجود تمام اون موشکافی هایی که از او بیان میکنن و سراغ داریم، به درک یک سرمویی هم نمیرسه. این تعبیر خودشه دیگه در همین شعر، در واقع بخواد همین رو بگه. کسی که قلب خودش رو باز میکنه که به همین تعبیر و به صراحت همین ابیات در اون 1000 خورشید دانش و معرفت میدرخشه، وقتی اون رو در برابر عظمت جهان هستی قرار میده، به صراحت اقرار میکنه که حتی به اندازه یک ذره هم پی نبرده.
وقتی که نگاه میکنیم به واژگان به کار رفته در این بیت، به این مفهوم میرسیم که ابوعلی سینا کائنات رو از طریق همین ذره میخواد شرح بده و چون به کنه این ذره نمیرسه خودش رو عاجز میدونه از درک حقیقت جهان هستی. وقتی که ابن سینا میاد سخن از دل میکنه، در واقع در مصرع اول این شعر دل خودش رو به حیث نماینده عقل، نماینگر اسرار تماشاگه راز گیتی میکنه که این نماینده داره سیر آفاق میکنه و آنچه که برای انسانهای دیگر قابل درک نیست و سعی میکنه درک بکنه، سعی میکنه به عمق اسرار عالم داخل بشه و موشکافی بکنه. اما جالب این که در همین چند واژه سرگشتگی خودش رو فریاد میکشه که حتی سرمویی از این عالم رو هم کشف نکرده. در دل خودش هزاران آفتاب نورافشان رو میبینه که اینها میتونن در پرتو اونها اسرار تاریک خانه گیتی رو نمایان کنن، اما با این حال اذعان میکنه که حتی راز یک ذره رو هم کشف نکرده. حالا ببینید این آدم چقدر بزرگه، ابوعلی سینا چقدر بزرگه. من اینا رو بیان کردم تا جلوه ای از اون لایه های پنهان این شخصیت رو بیان کنم که حالا ببینید این آدم در این قامت، در این جایگاه، در این رتبه میگه دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت، اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره ای راه نیافت. تو را دیر یافتم، پس بیشتر با من بمان. باید رفت. دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت، اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت. محمود